بارها شنیدید که میگن 1000 تا راه برای پول درآوردن وجود داره، اما بیشتر از چند تا راه ما برای محافظت این دارایی‌ها نداریم. سعی میکنم شما رو با این دانش به زبان ساده آشنا بکنم که بتونید قبل از اینکه به مؤسسات حقوقی شما مراجعه میکنید، قبل از اینکه با وکلا صحبت میکنید، دانش این رو به زبان فارسی گرفته باشید که نه پولتون به هدر بره و نه وقتتون.